تاجیکستان و رفیقای گلم از سر تا سر دنیا فارسی زبانا، عزیزای دلم. بچه‌ها من با یه پیشنهادی اومدم که حدود فکر کنم 2 هفته است به میگین که ریاکشن برم و منم ریاکشنشو امروز دارم واسه تون میذارم. اون کسی نیست جز لئو به اسم موزیک اسمش هست همسایه یا همسایه. به هر حال لئو دوست داشتنی امروز ویدیوشه و من میخوام ریاکشن برم. مرسی که بهم پیشنهاد دادین. من اولین بار دارم ریاکشن رو موزیک لئو میرم. 2 نکته میگم سری و 3 جنگی بریم سراغ ویدیو. 1 اتحاد فارسی زبانا کنار هم کامنت بذارین، پرچم ایران، افغانستان، تاجیکستان بنویسین اتحاد، پین میکنم. 2 اگه دوست داشتین از من حمایت کنین با سابسکرایب، لایک و کامنت. بریم سراغ ویدیو. Let's go. لئو همسایه. روشن لئو روشن. من فکر کردم فقط لئو. خب لئو روشن. مطمئنم این یه موزیک لاوه. همسایه یه دختریه که همسایه‌شون بوده. حسم قویه. چرا تو تیز میای و تیز میروی خانه خود؟ من که عاشقی چشمات شدم ای همسایه خوب. چرا تو هی چی؟ چرا تو تیز میای و تیز میروی خانه خود؟ من که عاشقی چشمات شدم ای همسایه خوب. خب اینه که متوجه شدم. من که عاشق شدم همسایه‌ام. چرا تو هی دیز میری و دیز میای؟ دیز چه معنایی داره تو تاجیکستان؟ اینو بهم بی زحمت بگی. تو مثل پرنده ای بال میزنی روی دلم، هر روز نگاه میکنم کی برای از لانه خود. ای خدا چه شد با من مگر شدم دیوانه؟ ای خدا چه شد که من دیدم وای خدایا، توی ایران یکی از به اسم محسن لرستانی موزیکشو میذاری سرعت میگیری. اصلا خیلی خفنه. یه موزیک ببین بچه ها سرچ کنین بچه های وای درست شد. مشکل فنی. آره بنویسین. خب محسن لرستانی بچه ننه. وای موزیکش دیوانه است. واسه 15 سال پیشه ولی هنوزم دارن تو ایران گوش میدن چون واقعا خفنه. بی وفایی کرد و رفت نموند، قلب عاشق منو سوزوند. بچه‌ها اینجوری مثل من نمیخونه، خیلی خفن میخونه ولی خب این یه تیکه تکسش بود. الان من خوندم پشیمون میشین دیگه سرچ نمیکنین ولی حتما برین گوش بدین، به خدا خفنه. یادش افتاد این پروانه از دوری ها نظارتش میکند، چشم دلم تا نداند که دارد مرا همسفر همسایه. بگو چی کار بکنم که شنوی حرفایم. سربش کجا؟ همسایه برون برا که دلم تو را میخواد هر ثانیه. به خاطر تحریرهاشه که من یاد محسن لرستانی افتادم. لئو تاجیکستان، محسن لرستانی ایران. فیت این دوتا میشه بمب. کتفم من درد میکرد، نباید این کار میکردم. میشه بمب. دیوانه تر میشه من، دیوانه تر با ماه نظر میکنم و محسی من هزار. چقدر قشنگ بودیم. با ماه نظر میکنم و محسی من هزار. خیلی والوده دیگه. بیگانه تر میشه من، بیگانه تر وقتی که دور میروی دور میشوی تاجی سرم. وقتی که دور میشوی دور میری دورتر میشی تاج سرم. دیوانه تر میشه من، دیوانه تر با ماه نظر میکنم و محسی من هزار. بیگانه تر میشه من، بیگانه تر وقت. بچه چه تحریری میزنه؟ لئو چه تحریری داره؟ وقتی که ریاکشنش رو بهم گفتیم برم، من فکر میکردم بعد روی موزیکی برم که خیلی فست رپ میکنه و اصلا گنگ.
ولی وقتی اومدم اینو دارم گوش میدم میگم واو پسر تمام تصوراتم اشتباه بوده و اینجوری هم چقدر خفنه. که دور میروی دور میشوی تاج سرم تاج سرم همسایه تک تکی را گشتنات. چقدر جالب، 2 تا پنجره هم کنارش هست، خودش هم که توی این خونه همسایه بغلیشون که داره اینو تو کاور نشون میده. رفتار و هی رفتنات وقتی نگاه میکنی از دوری لبخند زدنات از روی لحنی صدات قلبم را دادم برات تو مگر جان میخواهی مه بگیر جانم فدات دوست دارم تو گلی لالم وای 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 فقط تحریر رو نگاه. من را دادم برات تو مگر جان تو گلی لالم اینجا جانم فدات دوست دارم تو گلی لالم من ندیدم با مثل تو روی عالم این زمان کارش را کرد او را. وای خدایا بچه ها لطفا محسن لرستانی هم بعد این ریاکشن گوش بدین. از من جدا و مرا با غم مبتلا کرد همسایه تو مگر کوری که نمیبینی این دردهایم کجا مرا تنها گذاشته رفتی. اعصابش اینجا خورد شد. ببین این همه قربون صدقش رفت و 2 بار فوش بد داد به قول تتلو. 100 بار قربونت رفتم 2 بارم فوش بد دادم. من مثل بقیه نیستم، یکم فرق داره رفتارم. و سلام. تو ترک این کوچه کردی و ماندی تنهایم یعنی دیگر بر نمیگردی. دیوانه تر میشم من دیوانه تر با ماه نظر میکنم و محسی من هزار بیگانه تر میشم به ماه نظر میکنم و ماه میشه چی؟ نظر میکنم و محسی من هزار. این همون زینه که همون اول نفهمیدم. بیگانه تر میشم من بیگانه تر وقتی که دور میروی دور میشوی تاجی سرم دیوانه تر میشم من دیوانه تر با ماه نظر میکنم و محسی من هزار بیگانه تر میشم من. لئو نفس، آها اسم موزیکش نفسه، اینم یه موزیک دیگه است. موزیک ویدیو داره لئو. بیگانه تر وقتی که دور میروی دور میشوی تاجی سرم تاجی سرم همسایه. اما نه 3 ثانیه مونده. آره تموم. امیدوارم که شکست عشقی نخورین، ولی این موزیک خوراک شکست عشقیه. اون موقع یادم مثلا یه آرتیستی بود تو ایران آرمین تو AFM، بعد با تتلو میخوند شکست عشقی نمیخوردیم، مثلا باند میکشون دوره دستش فاز میگرفتیم ما اصلا نمی‌دونستیم عشق چیه شکست عشقی چیه. من 14 ساله تا اینجا خودم باند پیچی کردم. بعد منو بچه‌ها تو مدرسه میدیدن میگفتن ای امیر چی شده فلان چی شد، هیچی شکست عشقی خورد. خیلی مزخرف بود ولی دوران قشنگی بود، باند میپیچیدیم. آره این حرفایی که زدم لئو محسن لرستانی ترکیبشون بمب به خدا بمب میشه. یعنی اگه این 2 تا فیت بدم وای به خدا نمیدونی چی میشه. به هر حال که بچه‌ها مرسی که پیشنهاد دادین و ریاکشنش دیگه سعی میکنم هفته یه دونه از لئو ریاکشن برم و دمتون گرم مرسی که تا اینجا ویدیو همراهیم کردین. شما رو به خدا میسپارم تا یه ویدیوی دیگه به ریاکشن به موسیقی تاجیکستان. دوستتون دارم. بدرود.